نمیتونی این کار بکنی کریتوس. جرأت میکنی جلوی من وایسی آتنا؟ من دوست ندارم با تو بجنگم کریتوس، اما من از اولیمپوس دفاع خواهم کرد. نه کریتوس، صبر کن. آتنا نه. چرا خودتو قربانی میکنی؟ برای نجات اولیمپوس. من نمیخوام اولیمپوس رو نابود کنم، فقط زئوس. زئوس، اولیمپوس. همه اینا تقصیر خودشه. به خاطر ترس کریتوس، ترسی که پدرش کرونوس احساس میکرد، ترسی که باعث جنگ بزرگ شد، ترسی که زئوس رو مجبور کرد تو رو بکشه. پسر خودش رو. پسرش؟ مثل زئوس که مجبور شد پدر خودش کرونوس رو از بین ببره، تو هم مجبور به انجام همون کار شدی. هیچ پسری نباید پدر خودش رو از بین ببره. نه، من همچین پدری ندارم. خدایان همگی تو رو رد خواهند کرد کریتوس. اونها از زئوس محافظت خواهند کرد. زئوس باید زنده بمونه تا اولیمپوس پیروز شه. اگه همه اولمپوس منو رد کنن، همشون خواهند موند. من به اندازه کافی زیر سایه خدایان زندگی کردم. زمان خدایان به پایان رسیده. یادت باشه کریتوس، تو قدرت اینو داری که زمان رو هم کنترل کنی. گایا! ما منتظرت بودیم. خدایان برای ما خیلی قوی هستن که الان بخوایم شکستشون بدیم. همه اولمپوس از اسم من به لرزه میفته. زئوس ضعیفه، اریس و آتنا مردن و من شمشیر رو دارم. ما میتونیم جنگو ببریم، ولی نه در این زمان. ما با هم خدایان کوچک رو نابود میکنیم و میبینیم که اولمپوس جلوی ما خراب میشه و فرو میریزه. با من بیا گایا، به زمان من برگرد. پیروزی منتظر ماست. ما قبلا با چیزهایی بدتر از این انسان کوچک روبرو شدیم، اما ما خدایان هستیم. ما کسانی هستیم که انسانها پرستشش میکنن. ما کسانی هستیم که بر زمین حکومت میکنیم. ما توسط این انسان جسور احمق کنار زده نمیشیم. برادران، شکایت های جزئی که شما رو برای مدتی مشغول کرده بود و کنار بذارید. ما با هم متحد میشیم، در کنار هم میستیم و من این بلا را از بین میبرم. اولمپوس پیروز خواهد شد. زئوس، پسرت برگشته. من نابودی اولمپوس رو با خودم آوردم.